بخشنده و مهربان. من هم خدمت هممیهنان عزیز و گرامی در سرتاسر ایران، همینطور شما همکاران محترم در پخش شبکه سوم سیما سلام عرض میکنم. همانطور که همکارم آقای خراسانی خدمتون عرض کردند، از دقایقی دیگر دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پاس آغاز خواهد شد. به احترام قرآن سکوت میکنیم. علی خسروی که ایشون رو حاتم بکپور و منوچهر نظری به عنوان کمک همراهی خواهند کرد، یکی از دیدارهای عقب افتاده لیگ آزادگان رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. نوازی و فرزاد مجیدی در میانه میدان این تیم بازی خواهند کرد و خط حمله این تیم هم از سوی آقای پورحیدری به علی سامره و احمد مومنزاده سپرده شده. اما در تیم فوتبال پاس تهران خطیبی و مجید نوروزی قرار گرفتند. همدانی، فکری، هافبک دفاعی استقلال که امروز کاملا در پست دفاع جلوزن انجام وظیفه میکنه. سمت راست یک حرکت از بازیکنان استقلال، ارسال توپ به روی دروازه، جلو میاد فرزاد مجیدی. علی سامره در این سمت حرکت کرده، او رو میبینه و توپ رو میفرسته. یک لحظه از روی سر سامره هم عبور کرد و در اختیار نکیسا توپ قرار گرفت. علی سامره، پورحیدری که بعد از کنان استقلال، فرزاد مجیدی پشت محوطه جریمه اونقدر تعلل میکنه تا جواد نکولسه. رفعت قلیه توپ رو از دست داد، یک بار دیگه زرینچه در مرکز زمین. فکری جلوتر از دفع ناقص توپ، زرینچه که کمی جلوتر میاد. مومنزاده یه بازیکن از پیش رو برمیداره، دومی رو نمیتونه. باز هم مومنزاده، خطای اعلام نشده، بازی ادامه پیدا میکنه. توپ در اختیار محمد نوازی است، ارسال او به روی دروازه. در این سمت نیکبخت میفرسته توپ رو به روی دروازه و ضربه فرزاد مجیدی که به دیرک دروازه برخورد کرد. همچنان البته مومنزاده خوشبختانه بلند میشه، به بازی برمیگرده. این محمدی، همدانی، نوازی، حالا فرار زرینچه به یاد دوران جوانی، توپ رو میفرسته در محوطه جریمه. ضربه ای که روی پای مجیدی جفت و جور نشد. یک بار دیگه حالا نیکبخت، توپ از مقابل رها نشده، ضربه مستقیم او و در دستهای نیما نکیسا. برای نوازی، باز هم فرار زرینچه، خود زرینچه پا به توپ جلو میاد، باز هم میتونه توپ رو بفرسته، این کار رو هم میکنه و در دستهای نیما نکیسا قرار میگیره. دوباره پیاپی جواد زرینچه نفوذ خودش رو از سمت راست انجام داد و سامره فرار کرده. برای دین محمدی، یه ضربه از سیروس دین محمدی و عبور توپ با اختلاف ناچیز از بالای دروازه. نیکبخت، محمود فکری کمی جلوتر هم اومده، یه پاس رو به جلو، نیکبخت واحدی ضربه رو میزنه و توی دروازه. گل برای استقلال تهران و به نام نیکبخت واحدی. استقلال 1 پاس 0. علیرضا نیکبخت واحدی گل برتری استقلال رو روی پاس رو به جلوی خوب از تیم محمدی به ثمر رسوند. خوشحالی طرفداران تیم آبی پوش پایتخت و برتری 1-0 استقلال. یک بار دیگه ملاحظه بفرمایید، نیکبخت با پای چپ ضربه رو میزنه دور از دستهای نیما نکیسا و گل اول برای استقلال، در حالی که یک لحظه کاملا جهان بخش
جعفری سیروس دین محمدی بود که پاسو به جلوی او به نیکبخت رسید و ضربه تمام کننده نیکبخت که با برخورد توپ دیرک دروازه نوازی. باز هم زرینچه میخواد حرکت بکنیم، با خود نوازی توپ رو میفرسته. دین محمدی یه ضربه مستقیم با پای چپ، این بار دیگه ضربه سر جان ملکی بود که توپ رو به کرنر فرستاد. این ضربه لحظه های قبل دین محمدی است و بلافاصله هم این ضربه ای که استقلال تهران رو ملاحظه می‌فرمایید.